آقا بریم با هم ببینیم چیو دارن تو پاچمون میکنن. ثبت نامش شده 2 میلیارد تومان، 1.900 خورده. این آینه‌ش هم حتی برقی نیست. اسمش شده ارتقا. چرا؟ چون صندلی چرم داره. به قرآن این چرم نیست، اینجاش فقط چرمه. اینا چی بدن؟ اینو به اسم صندلی چرم بهمون میفروشن. یه آینه فوتوکرومیک هم داره که روش گذاشتن. حالا اون واقعا کارآمده انصافا. بریم یه دوری بزنیم ببینیم چیه. اون آینه رو باز میکنی. آینه آقا یه آینه برقی دیگه براش بذارین خدایی. اگه صدای باد این کولر که تازه آخرم نیست حاجی، این غیر از این آینه فوتوکرومیک و این صندلی به اصطلاح چرم، جا اخطار کمربند واسه 4 تا صندلی هسته بهش اضافه شده. یه سنسور بادم که اینا همشون دارن از 1400 که تقریبا همشون خرابه. همه چی توش دستیه. صندلی میخوای بالا پایین کنی دستی، فرمون دستی، آینه دستی. آخه من امتیازات مثبت این ماشین رو بخوام به شما بگم، فرمون برقی، موتور TU5 پلاسش، حالا داستان پلاسش هم بخوام ساده بهتون بگم، سوپاپاش متغیره و دیگه شما مشکل ناک زدن، نمیدونم راه نرفتن و کپ و اینا رو خیلی ندارید توش. ماهواره مگه آزاده داداش. از مشکلاتی که ماشین‌های ایران خودرو داره، یکیش که خیلی به چشم من میاد اینه که شما اگه استفاده درستی نداشته باشین از این ماشین، یعنی چالش‌ها رو ترمز نزنین، سرعتگیرها رو بخواید بپرین، به سرعت تمام قطعات داخلی ماشین به سر صدا میفته. این یه پلاستیک خشکست انگار که شما اگه بخواید بد استفاده کنید ازش، خیلی راحت به سر صدا میفته و واقعا هم چیز تو مخیه. خیلی مخلصیم. اگه دوست داشتید لایک و کامنت یادتون نره. در خدمتیم.